چرا یک طرف صورت فرق می شود؟ فلج یک طرفه صورت یا بلف پرسی یک مریضی حاد عصبی است که در آن عصب افت موجه یا نرو فاسیالس به طور ناگهان دچار التهاب شده که باعث ضعف و یا فلج یک طرفه صورت می شود. علائم شامل افتادگی و یا فلج یک طرفه صورت می باشد، کج شدن دهان به سمت آفت می باشد، ناتوانی در بستن کامل چشم ها می باشد، کاهش و یا تغییر حس ذائقه می باشد و درد اطراف گوش می باشد. علت دقیق آن تا هنوز معلوم نیست، یعنی ایدوپاتیک می باشد و یا می تواند اغلب با فعال شدن ویروس های نفته یا هرپس سیمپلکس یا مشهور به تبخال شده و ارتباط دارد. با گرفتن تاریخچه دقیق، معاینات کلینیکی و تشخیص تفریقی با استروک یا سکته های مغزی و یا سایر امراض عصبی. در مورد تداوی و یا منیجمنت همین مرض کورتیکوستروئید ها یعنی پردنازولون می باشد که در 72 ساعت اول بسیار مهم است. دوای ضد ویروس شامل اسیکلووایر می باشد. محافظت چشم توسط قطره های مصنوعی از طرف شب و پومادهای موضعی از طرف روز تا از زخم قرنیه جلوگیری به عمل آید. بستن چشم ها در هنگام خواب، تمرینات عضلات صورت و فیزیوتراپی که در برخی موارد بسیار مفید می باشد که خوشبختانه 75 الی 85% همین مریضان در مدت چند هفته و یا چند ماه بهبود کامل می یابد. نکته مهم این است همین فلج یک طرفه صورت زمانی که با توان با ضعف دستهای امان طرف، اختلال گفتار و یا توان با در سردردی‌های شدید باشد، باید این مریضان ما به بخش متخصصین جراحی عصب راجع کنیم که می تواند ناشی از سکته مغزی یا استروک و یا می تواند تومورهای مغزی باشد. Motivir Dental